بچه‌ها امروز گرامی که می‌خوایم با هم کار کنیم میکس یک هست. جملات کندیشنال، جملات شرطی چند نوع داره؟ نوع صفر، نوع یک، نوع دو، نوع سه و میکس هم داره بچه‌ها. میکس یک و میکس دو که ویدیوی بعدی میخوام میکس دو رو براتون بزنم. فعلا میکس یک رو توضیح بدم. شرط استفادهش رو نوشتم. اسمش از past unreal condition with a present result. یعنی چی؟ یعنی جمله شرطی غیر واقعی در زمانی گذشته با نتیجه در حال. یعنی اگر آن اتفاق میافتاد این اتفاق میشد، آن اتفاق این اتفاق میشد. همه جملات کندیشنال دو بخش دارن، if clause و main clause. یا result هم میگیم. if clause یعنی جمله شرط ما، جمله واره‌ای که تو شرط داریم. main clause یا result clause جمله‌ای که نتیجه ما رو نشون میده. ساختارش هم نوشتم. واسه قسمت if clause ما بعد past perfect استفاده کنیم، یعنی subject به اضافه had، subject plus had plus past participle. اوکی؟ واسه قسمت main clause دو تا آپشن داریم بچه‌ها. یا بر سیمپل مودال استفاده کنیم یا سیمپل مودال کنتینیوس. فرقی نداره، با هم استفاده میشه ولی رایج‌تر، چیزی که کامن‌تره گزینه یکه. subject plus would plus verb کدوم استفاده میشه؟ یا subject plus would plus be plus verb نوع ing form. مثال بزنم I had gone to school یا I would enjoy my life. She would be cleaning the home. این مثالای ما بود. حالا ساختارمون رو ببینید. جمله اولمون میگه if I had known English I would live in London. اگه انگلیسی میدونستم الان تو لندن زندگی میکردم یا تو لندن زندگی میکردم. تحلیلش رو نوشتم بچه واسهتون. یعنی چی؟ این تو گذشته است. نگاه کن میگه I didn't know English، یعنی انگلیسی نمیدونسته، پس الان هم تو لندن زندگی نمیکنه. اگه آن اتفاق میافتاد این اتفاق میشد. اگه انگلیسی میدونستم تو لندن زندگی میکردم الان. این هم تحلیل جمله یک هست. حالا جمله دوم If she hadn't lived here she would be enjoying her life. میگه اگر او اینجا زندگی نکرده بود الان از زندگیش لذت میبردش. خب حالا تحلیلش چی میشه؟ میگه اگه اینجا زندگی نکرده بود الان از زندگیش لذت میبردش. پس یعنی چی؟ یعنی او اینجا زندگی کرده پس الان هم از زندگیش لذت نمیبره. این میکس یک بود. ویدیو بعدی میکس دو رو داریم. با تشکر از دوستان.